سلام دخترا، چطورین؟ شبتون بخیر. الان ساعت 12 شبه و من دارم خیلی دلی ویدیوی کوتاه میگیرم. یه طراحی انیمیشن 7 کوچولوها و سیندرلا رو زدم که به نظرم خیلی خوشگل شده و انقدر ذوقشو داشتم نتونستم صبر کنم تمامش کنم و یه پست خیلی عادی بذارم. من چون که شبا طراحی میکنم و روز اصلا تایمی ندارم برای پیجم فعالیت کنم، خلاصه چهره خسته و بی‌آلایش منو بپذیرین و امیدوارم که شما خوشتون بیاد. کامل نشده ولی به نظرم خیلی خوشگل شده. حالا از نزدیکم نشونتون میدم. گفتم چشماشو بیاین با هم بکشیم که شما هم یه خورده کار از نزدیک ببینید و ببینید که چشم چقدر تاثیر داره توی طراحی. و چشمای این شخصیت که من اسمشو گذاشتم شخصیت اخموی کوچولوها. من حس میکنم این شخصیت از همه‌شون مهربونتر و خجالتی تر بوده. شخصیت سیندرلا رو هنوز کامل نکردم و تو ویدیوی بعدی طراحیش و ناخن کامل شدهشو براتون میذارم. آخه مگه میشه برای اینا نمرد؟ من هانی هستم، کارم طراحی ست ناخن مصنوعیه و اینکه این 7 کوچولو هم ست یه ناخن مصنوعی کامله که به نظرم خیلی شیک و خوشگله و حتما تو پست بعدی ست کاملش رو براتون پست میکنم. و اینکه اگر که دوست داشتین پستم رو لطفا حمایت کنین، لایک کنین و نظرتون رو برام کامنت کنین. مرسی.